شاید تنها شهیدی باشه که بدون خداحافظی رفت میدان، چون اصلا کسی باور نمیکرد بر نگرده. ودا نکرد، اگه ودا میکرد اهل حرم به هم میریختن، روحیشون خراب میشد. رفت میدان و میگه آقا جمعیت محافظ علقمه دور از محضر شما که شیعه نمیرن از شما بیشتره. من بخوام از اینجا برم انتهای جلسه شما دست خالی نخواید، من نمیتونم رد شم. بعد میگه تو چجوری به آب رسیدی؟ بلا یهم السهام و هاشا. میگه این همه تیرانداز و تیر براش مهم نبود. چرا؟ من همه سقایت العطاشا، چون به سکینه خاتون وعده داده بود تا اینکه کار به جایی رسید، تا وقتی ضربه به تنش می نشست و تیر به سر و صورتش نیستاد، تا پناه میبرم به خدا از اون لحظه ای که فوقف العباس متحیرن، دید دیگه جلو رفتن فقط روحیه بچه ها رو خراب میکنه. آب نداشته باشم دیگه این تن این شکلی فقط بچه ها رو اذیت میکنه.